مسئله قربانی، مسئله قربانی ها برادر عزیز، گوسفند فراموش نکنین که 1 ساله باشه. اگر از 1 ساله خوردن باشه و جوسش به 1 ساله مانند باشه میشود، ولی از 1 ساله پستر باشه و جوسش همون گویم قد و قامتش به 1 سال مانند نباشد، او قربانی نمیشود. برادرایی که همونجا سوداگر هم باشن همون را باز معین هم کنن که وقتی اونها ذبح میکنن قربانی از گردن اینا ساقط میشود، ولی که در همون پول برادری که دروغگو است یا دروغ میگوید به خاطر که او را خرند او ضامن میشود. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید، دوره های گیاهی لازمه را توصیه میدهد. برادری که اکای نور محمد در شهر مسکو تاکسی کار میکنه، 4-5 ماشین داره، ماشینش از نشان میده. کسی که حجتش تمام شده گرانیسا میروه، تاکسی بوارینوک نداره، مرحمت در این نمبر زنگ زنید اکای نور محمد. نمبر رو ما گپ میذاریم +7 926 319 59 61. اکای نور محمد نمبر رو در روی نمبر هست، زنگ بزنید ان شاء الله اینو ما سلام رسونید. خدا با یگم چک ارزان میکنه ان شاء الله. گوسفند از 1 سال کم نباشد، پست هم باشد، اگر بزرگیش به 1 سال مانند باشد میشود. گوسفند باشد که از 2 حصه چشمش نابینا نباشد، یا گوشش بریده نباشد، یا پاش شکسته نباشد، با دهانش خورده تواند، اخته کردگی باشد با که ندارد، شاخش شکسته باشد با که ندارد، رنگش کدام رنگ باشد فرق ندارد، خب نر باشد ماده باشد فرق ندارد، بوزم باشد می شود، شتر هم می شود، گاو هم می شود. ولی در مسئله گاو از 2 سال کم نباشد. اگر از 2 سال کم هم باشد ولی مثل 2 ساله بوزبله هم که باشد نمی شود. فقط این در گوسفند است. در این گاوهایی که ما و شما، گوساله هایی که ما و شما میخریم 2 ساله باشد، فقط از 2 سال کم نباشد. کم باشه و گفته ایستادم 2 ساله واری اگر از او در بوزبله هم باشد نمیشود. و در یک گاو و شتر تا 7 نفر آدم شریک شود میشود. تا 7 نفر آدم جمع میشوین، یک گاو مثال 2000 سامانی، 7 نفر در همو پول میپرتاین، یک جای همو گاو میخرین، ذبح میکنین، قربانی از همه ثابت میشود. کوشش کنین که اگر کمتر دسترس باشین، شرایطتان باشد، برادرای عزیز قربانی کنین. قربانی را حتمی انجام دهین. مسئله ذبح برای مردم قشلاق صبح دمید، باز ساعت 5:30 حساب کنید که صبح میدمه. همین صبح که دمید برای شما ذبح کردن درست تا نماز عید خواندنتان. برای مردم شهر بعد عید، اگر تا عید کدامی از شهر ذبح میکنه قربانیش قربانی نیست. کسی امروز ذبح کرد یا دیروز ذبح کرد، امروز چند برادرها مرا تلفنی برآمدن که ما الک ذبح کردیم، همین امروز تقسیمش کردیم، اون نمیشود، او از حساب قربانی حساب نمیخوره. قربانی ها را دیروز حتی بعضی ها ذبح کردن، امروز شکو باز گویم به خاطر که در دنیاها، در بسیار دنیا حاضر عید است، مردم امروز هم مثال به امونا پیرو شدن، این یک جانب دیروز الک روز پنجشنبه بعضی ها ذبح کردن. فردا پیش از عید برای مردم قشلاق، بعد از عید برای مردم شهر. از اینجا که رفتین حتمی قربانی قاعدش همین است که خودتان با دست خودتان ذبح کنین. سنت همین است.
پیامبر همچنان کردن، خودشان به دست خودشان ذبح کردن. ولی شما ببینید پیامبر از مال دنیا چیزی نداشت. ولی من اینجا در یک حدیث ایرانوی ساندم برادرای عزیز از صحیح بخاری، ان عایشه مادر من گفته است که قالت توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و درعه مرهونه عند یهودی فی 30 صاع من شعیر. ببین حضرت عایشه میگه وقتی پیامبر از دنیا گذشتن، همون گویم درع به معنای مثل که در جنگ ها میپوشن آهنی از برانیجله دواری، همون لباس جنگیش در پیش یک یهودی در قرض 30 صاع از گندم گذاشتگی به دست. ببینید در همین خیل حالت حضرت قربانی کردن. امروز بچه‌های ما خدا خیرشان دهد 100,000 200,000 300,000 میلیون صحابی شدن، آلی همون یک گوسفند ایستادگی هم نمیبرایند، همون یک گوسفند قدی رفته استند. برای همین خدا که شما را داد است برادر عزیز و گرامی، آخی با خدا میتد با کشتن 2 گوسفند یا گاو یا 3 گوسفند با مردم تقسیم کردن تو برد میکنی، بای نمیتی. آخه خدا در حدیث های قدسی می آید که ابن آدم انفق ینفق علیک، تو بته، خدا میگه من میتومد بین یضاعفه لکم و یغفر لکم والله شکور علیم. خدا میگه تو بته، میگه من باز زایدت میتم، بازم این که باز در عوض مالت برای تو مال میتیم، با گناهات هم میبخشم. بین گناه تا میبخشد، مال تا برقرار میکند. تو یک حساب که برادری عزیز، پیامبر یک لباس تنه او در عوض قرض در نزد یک یهودی در عوض 30 کیلو گندم میخیزد قربانی میکند. امروز خدا را شکر خانه داری، زن داری، قرضدار نیستی، ماشینکای خوب داری، آخی جای کار داری، بکن آخیر یکان زلال زیانه داره. گوسفند خوب شو بخر، در بازار گوسفندهای برابری مردم تو نکن. حتی پیامبر گفته است کسی بای است ولی اثر بایی را در او دیده نشود، او کفرانی نعمت کرده است. بعضی آدمی باییش هم میپشانه، جاگه میکنه که نفهمن که من بایم. اگر در تای 40 من خاک درایی بایم میشناسن. 1000 خود اگر پرده پوش که هیله که بایم میشناسن. برای این نپوشان، تو از کسی ندزدیدی این مالا، تو ای کسی این مالا بسال نطلبیده، مهنت کرده خدا داده است، باز همون خدای مهربان که داده بود بوده در راه خدا خودش با وعده دارد، هم زایدش میکنم هم گناه تا میبخشم. بسیاری از برادرای بودن که امروز ذبح گوسفند کردن، ما با تلفنی صحبت داشتیم، خدا خیرشان دهد، 5 کیلویی 4 کیلویی 3 کیلویی روغن و قند و همسایه هاشون تقسیم کردن. انا پگه بعد قربانی خودشان میکنن. من برای شما گفته بودم، من در اسلام آباد وقتی تحصیل میکردم، بایهای اسلام قسم برزگاو ها 7 تا 10 تا برزگاو میکشت یک نفرش. ما دیگه گوشت نمیگرفتیم، نمی طالب علم همین قدر گرسنه محتاجه، گویم همین تشنه و گرسنه گوشت میدیدی دلت سوس میشید. همین روز قربانی ها به خدا قسم در کوچه ها گوشت ها پرتافتگی بود، کسی نمیگرفت. اونقدر زیاد بود که مردم همه گوشتار میشد. برای این برادرای عزیز و گرامی، شما هم اکو همت کنین. گفتی او شاعر نشود که دولت را فیل بردارد میانش بشکند، همت را پشه هندوستان برد. او تا نشود شما کوشش کنید که همت شما را فیل برداشته نتواند. شما با همت شوین، خدا داده ایتان. یگان ترس نکنین، این شیطانه که شما را میترسانه.
شیطانی که شما را وسواس میکنه نته. برای این به دستکای خودتان ضبط کنین. اگر خودتان ضبط کردن نتوانید، در راست همون گوسفند قربانیتان ایستاده و ذبح همون را تماشا کردن هم سنت است. پیشکای قربانی تونده بیستید. قربانی سه تقسیم می شود. یک حصهش برای مردم، یک حصهش برای پخت و پس که مردم آمده خوره، یک حصهش برای خانواده. سه تقسیم است. ولی کسی که اگر یک قسمتی خورچه برای خانهش مانه و دیگر همه شکیتیت با خوب و با نیک میشه. خدا همه شما را